تحریف معانی قرآن کریم برای اثبات ادعای دروغی ولایت. آخوندهای رافضی بر این باورند که ولایت امام علی رضی الله عنه امری انتصابی از طرف الله متعال بوده و ایمان به آن مهمترین رکن دین مبین اسلام است و از آن جایی که ارکان اسلام با نصوص صریح قرآن کریم ثابت شده است، باید ولایت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هم با نص صریح قرآنی ثابت می بود. اما چنین نیست. لذا عده‌ای از آخوندها قائل به تحریف قرآن کریم گردیدند و ادعا نمودند که ولایت امام علی رضی الله عنه در قرآن کریم به صراحت ذکر شده بود، اما مخالفین آن آیات را حذف کردند و قرآن را تحریف نمودند. چنان که نوری طبرسی از بزرگان شیعه در کتاب خویش فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب به زعم باطل خود صدها دلیل برای حذف قرآن ذکر کرده است. اما در مقابل عده دیگری از علمای شیعه که می‌دیدند با باور اعتقاد به تحریف قرآن تیشه به ریشه خود می‌زنند و رابطه خود را با اسلام قطع می‌کنند، تحریف لفظی قرآن را منکر شدند و دست به تحریف معانی قرآن کریم زدند و بدون در نظر داشت سیاق و سباق آیات و اسباب نزول و مدلولات زبان عربی آیات قرآنی را به میل خویش تفسیر و معنی نمودند و برای تحمیل این معانی باطل بر مقلدینشان روایاتی را جعل نموده و برداشت نادرست خود از قرآن کریم را به ائمه علیهم السلام نسبت دادند. به عنوان نمونه به این صحبت‌ها توجه فرمایید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعیم حج نیست، نعیم صلات نیست، نعیم زکات نیست، نعیم روزه، صوم، حج و بقیه اینا نیست. برید ببینید سنی و شیعه میگویند ابو حنیفه بلد نبود، شاگردی نبود که خوب سرش بشه. حضرت فرمود امام صادق یا ابا حنیفه من نعیم عندك؟ قال ابن رسول الله الطعام والشراب، که روز قیامت با اون تأکیدایی که شده ثم لا تسألن، لام تأکید، نون اینا رو همه در نظر بگیرید. الحمدلله احاطه به لغت عربی هم دارید. تسألن از چی؟ نعیم. من نعیمی که خدا تو قرآن گفته روز قیامت از همتون سوال میکنم. ابو حنیفه گفت خوراک، خوردن و آشامیدن. حضرت فرمود اذا طال وقوفك بين يدي الله ليسألك عن كل لقمة اكلتها وعن كل جرعة شربتها. اگر خوراکه، اگر خوردن و نوشیدن چقدر طول میکشه هر یه نفر که خدا سوال کنه چند لقمه خوردی، چند جرعه آب خوردی. عرض کرد فهمید که اشتباه کرد و بلد نبود. بگو بلد نیستم، بگو بلد نیستم. خدا و رسول میدانن و تو حجت خدا. بفرما حضرت فرمود یا ابا حنیفه النعیم ولایت جدی امیر المؤمنین. دو تا روایت دیدم، یکیش از امام هشتم علیه السلام فرمودن که اون نعمت بزرگی که خدا سوال میکنه در آیه دیگه بیان کرده ولا تسألن یومئذ عن النعیم. این نعیم چیه؟ این نعیم چیه؟ فرمود ولایت ما اهل بیته، که قدر این ولایت رو دونستید، قبول کردید، پیروی ولایت اهل بیت رو داشتید یا نداشتید. آیه‌ای که این آخوندها به آن استدلال کرده اند آیه 8 سوره التکاثر است که آخوند دومی آن را اشتباه می‌خواند. در آیه دیگه بیان کرده ولا تسألن یومئذ عن النعیم. سوره التکاثر از جمله سوره‌هایی است که در مکه نازل شده است، یعنی حداقل 10 سال قبل از تاریخی که شیعه مدعی است ولایت علی رضی الله عنه در غدیر خم اعلان گشت. اما از آنجا که واقعه غدیر خم در سال آخر حیات پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده است، این سوال مطرح می شود: اگر منظور از النعیم در این آیه ولایت علی رضی الله عنه است، پس در سالهای قبل از واقعه غدیر این آیه چه معنایی داشته است؟ و مسلمانانی که قبل از غدیر از دنیا رفته اند و این آیه را بارها تلاوت می کرده اند،
از کدام ولایت سؤال خواهند شد؟ بزرگانی بمانند خدیجه کبری و حمزه سید الشهدا رضی الله عنهما که قبل از این واقعه از دنیا رفته‌اند و هیچ اعتقادی به ولایت علی رضی الله عنه نداشته‌اند چه جوابی خواهند داد؟ علاوه بر این، نام سوره و محتوای آن نیز دلیل دیگری بر بطلان این برداشت نادرست است. التکاثر به معنای افزون طلبی در مال است و دقت در معنای آیات به وضوح مشخص می سازد که صحبت از نعمتهای مادی و دنیوی و مشغول شدن بیش از حد به آن و فراموش کردن مرگ و آخرت است. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. افزون طلبی شما را غافل ساخت تا وقتی که به گورستانها رسیدید. نه، خواهید دانست. آری، آنگونه نیست که میپندارید. به زودی خواهید دانست. اگر به علم یقین حقیقت کار را میدانستید این چنین غافل نمی شدید. شما قطعاً دوزخ را خواهید دید، سپس آن را به دیده یقین خواهید دید. سپس در آن روز از ناز و نعمتهایی که از آن برخوردار هستید بازخواست خواهید شد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. کلمه النعیم در این آیه اسم جمع است که الف و لام به کار رفته در اول آن استغراقی است، یعنی به تمام نعمتهای الهی دلالت دارد. و اگر مراد از نعیم فقط ولایت علی رضی الله عنه می بود، باید صیغه مفرد النعمه به کار برده می شد. فرضاً اگر هم قرار بر این باشد که الله متعال مردم را در مورد ولایت اهل بیت مورد بازپرسی قرار دهد، در قدم اول مدعیان دروغین محبت اهل بیت را مجازات خواهد کرد، زیرا محبت اهل بیت به ادعا نیست بلکه به پیروی از راه و روش آن بزرگواران است که مدعیان شیعه فرسنگها با آن فاصله دارند. و در ضمن این ادعا مبنی بر این که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام جعفر صادق علیه السلام بوده است، از دایره ادعا تجاوز نمی کند و حقیقت ندارد. در پایان سؤال ما از آخوندهای رافضی این است: اگر امامت اینقدر در دین اسلام مهم است، پس چرا الله متعال یک آیه صریح و واضح در مورد امامت امام علی رضی الله عنه نازل نکرد تا به زعم شما امت دچار این همه گمراهی و تفرقه و بدبختی نگردند و 90% اهل سنت این امت به دلیل عدم ایمان به امامت از دید شما به جهنم نروند؟